درود گایز، چطورین؟ من رد اسکلر هستم و خیلی خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو قراره یک سری توضیحات درباره روند چنل و توضیحات تکمیلی درباره چه روزهایی قراره ویدیو بذاریم و چه سبکی قرار ویدیو در مورد مایکرافت بگیریم و براتون داخل این ویدیو کامل توضیح میدم و تا آخر ویدیو همراه من باشید. سلام و درود دوستان عزیز، چطورین؟ همونطور که اولی ویدیو بهتون توضیح دادم قراره یک سری نکات تکمیلی درباره چنل رو بیان بکنیم و هم دیگه بررسیشون کنیم. اینه که قراره چه سبکی ویدیو بگیریم و خلاصه چه موضوعاتی در پیش داریم. سبکش که سبک مایکرافت. حالا روز پنجشنبه باز بهتون عرض میکنم چه ویدیوهای متفرقه میخوایم بگیریم. سبک مایکرافتیه. ما تو ویدیوها متفاوته، ممکنه حالت داستانی داشته باشیم واسه سری مایکرافتی، SMP، DLC مایکرافت که خیلی DLC خفنی ما بررسی بود، DLC معمول نه، DLC خاص ما وسط بررسی میکنیم و داخل چنل تلگرامی یا روبیکای هر کدوم که خودتون انتخاب کردین و آسان‌تر بود براتون داخل اونجا قرار میدم که راحت دانلود کنید و شما هم ازش استفاده کنین و لذت ببرین. خب میریم سراغ یک سری توضیحاتی درباره ویدیوها قرار به صورت 10 تا 12 دقیقه ویدیوها رو قرار در روزهای زوج بذاریم ساعت 10 و حالا روزهای فردم یک سری ویدیوهای آموزشی شورت ساعت 9 شب میذاریم. روزهای پنجشنبه هم که گفتم خالیه و همچنین گفتم این ویدیوهای متفرقه میذارم که از گیم های دیگه، حالا بازی های دیگه، هر کدوم که خودتون دوست داشتین آموزشش یا گیم پلیش خواستین براتون میذارم یا هر کدوم خودم انتخاب کردم همراه با یک چند تا از دوستان میریم بازی میکنیم، دور هم دیگه میخندیم و ویدیوش برای شما میذاریم، شما هم کیف کنید. و چیز دیگه خلاصه نمیمونه، ایده هم که بیان کردیم، همه این آگفته ها رو هم گفتیم. پس تا ویدیوی روز شنبه شما رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار دوستان عزیز.